سلام دوستای گلم، سلام عزیزای دلم. این سبزی قرمه ماست که پاک میکنیم. خیلی دوست داشتم بدونن سبزی قرمه‌ای که ما پاک میکنیم به چه صورته. این سبزی قرمه ماست. میبینید ساقه جعفری رو میبینید شما تو جعفری اصلا ساقه نمیبینی، حتی گیشنیزش هم ساقش برداشته نمیشه. متاسفانه سبزی خردکنای دیگه این کار رو نمی کنن. شنبلیله رو شرایطش رو میدونید. الان شنبلیله جعفری کاملا ساقه‌های خیلی بدی داره و ساقه‌های خشکی داره. ما به این صورت سبزی پاک میکنیم به شما تحویل میدیم، ولی متاسفانه میگن که آقا قرمه سبزی سرخ شدهتون چرا گرونه؟ به خاطر اینکه منی که میام میشینم اینطوری برگ میدارم که مشتری من لذت ببره از خوردن اون سبزی. ببینید این شنبلیله منه، لذتشو ببره از خوردن اون قرمه سبزی. خب حق منه که نصف بیشتر اون محصول من دارم آشغال میریزم میره. روغنی که دارم استفاده میکنم، پیازچه‌ای که توش استفاده میشه، ریحونایی که توش استفاده میشه، نعناهایی که توش استفاده میشه جداه. شما فکر کن من روزانه به این صورت بار تحویل مشتری میدم با بهترین کیفیت. چه خرد شده چه سرخ شده. این الان مشتری خوبمون تو همین گروه هستش، درخواست داشته بابت اینکه سبزی قرمه رو به این صورت خرد شده براش بزنیم. من اومدم از کارگاه خونه، دیگه وقت نشد، نشستم براش توی خونه پاک کردم، شستم، گذاشتم آبش بره که برای این بنده خدا به قول معروف گفتنی خرد کنم ببرم بهشون تحویل بدم، ایشون سرخ کنه به ما تاییدیه‌شو بده. اینم سبزی قرمه محصول دست پاک شده خودمون. انشالله که همتون راضی باشید. دوست داشتینم بنده در خدمتتون هستم.